اما سومین دیدار ابوالفضل یعقوبی در مسابقات قهرمانی جهان با حریفی از کشور اردن بود. رعاد ثابت از اردن با حقوق قرمز رنگ و ابوالفضل یعقوبی با حقوق آبی رنگ از جمهوری اسلامی ایران. ببینیم در این رقابت این دو ورزشکار چگونه کار میکنن. یه ضربه چرخشی میزنه حریف اردنی، اما با زیرکی 2 امتیاز میگیره ابوالفضل یعقوبی و 2-0 از حریف خودش در همین ابتدای راند اول پیش میفته. البته این بازی رو به صورت خلاصه شده تقدیمتون میکنیم و فقط امتیازهای حساس و لحظات مهم رقابت رو برای شما انتخاب کردیم. سومین امتیاز برای یعقوبی. پایان راند اول در این دیدار خلاصه شده. 3-0 به سود این چهره. بیژن مقالو رو هدایت کرد و راهنمایی کرد برای کار و رقابت در راند دوم. این هم نمای دیگر از دیگر ورزشکاران تکواندوی کشورمون حاضر در مسابقات قهرمانی جهان در روسیه. 4مین امتیاز رو هم گرفته ابوالفضل یعقوبی. اینجا 5مین امتیاز برای او روی تابلو روشن میشه. به درستی داره امتیاز میگیره با زیرکی و با دقت. لحظات پایانی راند دوم هست. اینجا داور بازی رو متوقف میکنه تا هر دو ورزشکار برای استراحت به سمت مربیان خودشون برن. 6-0 به سود ابوالفضل یعقوبی. رعاد ثابت نفر سوم مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2014 هست. کار دنبال میشه همچنان با برتری ابوالفضل یعقوبی از کشورمون. راند سوم، راند پایانی این دیدار رو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگه یعقوبی اجازه نمیده حریف به چرخه و به او ضربه بزنه. این بار دیگه داور به او اخطار میده و میگه که به ناحیه مجاز ضربه بزنه. کار دنبال میشه. بازم حمله از ورزشکار اردنی. دومین امتیاز رو میگیره و البته 8مین امتیاز برای یعقوبی روی تابلو روشن میشه. باز هم از داور اخطار میگیره ابوالفضل یعقوبی. 8-2 لحظات پایانی این دیدار هست. یه بار دیگه پای خودش رو نزدیک میکنه. البته داور بازی رو متوقف میکنه و ابطال میکنه 3 امتیازی یعقوبی رو که به این شکل گرفته. همچنان 8-2 و با اخطاری که میگیره سومین امتیاز برای رعاد ثابت روی تابلو روشن میشه. 8-3 3 ثانیه و تمام. ابوالفضل یعقوبی موفق میشه رعاد ثابت اردنی رو شکست بده و با این پیروزی به مرحله بعد این رقابت ها در وزن منهای 63 کیلوگرم راه پیدا میکنه.